اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به یاد دارید وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و به دروازه با فروتنی درآیید و بگویید خدایا گناهان ما را بیامرز. در حالت درآیید که در کردار و گفتار خود خاشع و متواضع باشید تا خطاهای شما را بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بسیار سازیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمگاران آن کلمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند. بنابراین ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب می شدند عذاب را از آسمان فرو فرستادیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. و به یاد دارید وقتی را که موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم عصای خود را به سنگ بزن و بیدرنگ از آن 12 چشمه جوشید. هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت. از روزی که خداوند به شما ارزانی کرده است بخورید و بنوشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و به یاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی ما هرگز برای همیشه به یک نوع غذا صبر نمی کنیم، پس برای ما از پروردگار خود بخواه که به ما چیزی بدهد که زمین می رویاند، از سبزیجات آن، تره و بادرنگ آن، سیر، گندم آن، عدس آن و پیاز آن. موسی گفت آیا چیز بهتر را به چیز پس تبدیل می کنید؟ به شهر فرود آیید. حقا که برای شما هر آنچه را خواسته باشید موجود است. و بر ایشان مهر خواری و ناداری زده شد و به قهر خداوند بازگشتند. این خواری و ذلت به سبب آن بود که از آیات خداوند انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند. این سببی بود که ایشان عصیان می کردند و تجاوزکار بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
به تحقیق آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهود شدند و نصارا و سابیها، هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کار نیکو کند، مزدشان به نزد پروردگارشان است. نه بر ایشان ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و بیاد دارید وقتی را که از شما پیمان استوار گرفتیم و بر بالای سر شما کوه تور را بلند کردیم، گفتیم چیزی را که با شما داده ایم، یعنی تورات را محکم بگیرید و آنچه را در آن است همواره یاد دارید تا باشد که از خدا بترسید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. بعد از این پیمان رو گردانیدید و اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود، بدون شک در جمله زیانکاران می بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و حقا که شما در بین خود کسانی را شناختید که در روز شنبه تجاوز کردند، ایشان را گفتیم به شکل بوزینه ذلیل شده درآیید. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. و به این ترتیب آن واقعه را مایه عبرتی برای معاصرین و اخلافشان گردانیدیم و نیز پندی برای آنانی که از خدا می‌ترسند. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از پروردگار خود بخواه به ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گفت خداوند می فرماید این گاو است، نه پیر یعنی از کار افتاده و نه جوان یعنی نارسیده، بلکه میانه بین این دو. پس آنچه را به آن مأمور شده اید بجارید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا بیان کند که آن گاو چی رنگی دارد. گفت خداوند میگوید بیشک آن گاوی است زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گاو بر ما مبهم شده است، اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا رهیاب خواهیم شد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت خداوند میگوید به تحقیق آن گاوی است که نه مهنت قلبه زمین و نه آبیاری کشت را کشیده است، سالم است و بی داغ و لکه.
گفتند اکنون سخن راست را آوردی. سپس ایشان آن گاو را ذبح کردند و نزدیک نبودند که آن گاو را ذبح نمایند.